دوستان گرامی، شروع میکنیم با اولین درس از سری کتاب های استودیو ته. دوستان گرامی، این مجموعه هم مثل بقیه مجموعه ها یا بقیه کتاب ها از خودشون هم هاربایت بوک داره و همچنین هم کورس بوک داره که ما اینجا فقط واسه شما این کتاب کورس بوکش رو کار میکنیم. خب میایم به اولین صفحه درس از این کتاب. Start auf Deutsch، شروع به زبان آلمانی. Start auf Deutsch، چرا من اینجا نگفتم start؟ چون که من تو اولین ویدیو برای شما توضیح دادم که هرگاه ما استه داشته باشیم در زبان آلمانی اون اشته تلفظ میشه. Start auf Deutsch، شروع به زبان آلمانی. 1 تمرین اول، Deutsch sehen und hören، آلمانی دیدن و شنیدن. دوستان ما همیشه در زبان ها 4 تا تکنیک بیشتر نداریم. یکی اونها ذهن، دیگری هوغن هست، اشپرشن و همچنین چغایبن، یعنی تکنیک های دیدن، شنیدن، همچنین گفتار و نوشتار. اینها از جمله تکنیک های زبان هستند. خب اینجا هم 2 تکنیک رو قرار یاد بگیریم، دویچ سن و هوغن، آلمانی دیدن و شنیدن. میایم به اولین تمرین از این کتاب. 1 Bilder und Wörter. Aufgabe 1 aufgabe اول از 1. Bilder und Wörter، عکس ها و لغات. Bilder جمع کلمه بیلد هست و Wörter هم جمع کلمه ورد هست. Was gehört zusammen، چی میتونه با هم مطابقت داشته باشه، یا was چه چیزی gehört مطابقت داره zusammen با هم. منظورش این عکس های بالا هست و این لغاتی که ما در این پایین داریم. ما باید این لغاتی که در این پایین داریم به این عکس هایی که در صفحه 8 و در صفحه 9 این کتاب هست مطابقت بدیم. موزیک، اول میام من این لغات رو واسه شما معنا میکنم. موزیک، قایستک معنی مجلس نمایندگان، توریستن توریست ها، بویق و دفتر، سوپرمارکت، تلفن، کورس کلاس، قاینمان ایرپورت فرانکفورت، فرودگاه قاینمان فرانکفورت، کافه قهوه، کامپیوتر، کافتریا، اوپر، اسپرسو، ایرباس، اویرو واحد پول اروپا، یورو، ارکستر و شول هم مدرسه. خب میایم اولین لغت رو ربط میدیم به این عکسایی که اینجا هست. موزیک، میبینیم که موزیک به کدوم یکی از این صفحه ها هست. خب صفحه 8 موجود نیست، مجبوریم بیایم به صفحه 9 این کتاب که بیلد کا طوری که میبینیم مربوط میشه به موزیک. پس ما میتونیم جلوی لغت موزیک تو اون مربع شکلی که به صورت سبز رنگ هست بنویسیم بیلد کا یا بنویسیم کا. قایشتگ مجلس نمایندگان که در برلین هست، میبینیم که تو بیلد ب قابل مشاهده هست. قایشتگ مجلس نمایندگان که مربوط میشه به بیلد ب. پس ما میتونیم اینجا بیلد ب بنویسیم یا بنویسیم ب. توریست ها مربوط به بیلد آ میشه، طوری که اینجا میبینید یه توریست وایساده مقابل براندنبورگ و داره عکس میگیره. خب بویق و دفتر یا اداره بهش میگیم. خب میبینیم که تو بیلد 3 قابل مشاهده هست، پس جلوی لغت بویقو می‌نویسیم 3. سوپرمارکت طوری که قابل مشاهده هست ما میتونیم بنویسیم بیلد F. چرا؟ چون تو بیلد F ما دقیق یه تصویر از یه سوپرمارکت داریم. تلفن هم همچنین باز هم بیلد 3 بهش مطابقت میکنه. و کورس کلاس درسی مربوط به این بیلد ای میشه که تو صفحه 8 هست، چرا که ما اینجا میبینیم یه معلم و با یه شاگرد نشستن. قاینمان ایرپورت فرانکفورت، خب فرودگاه قاینمان فرانکفورت که اینجا تو بیلد د به صورت خیلی واضح قابل دید هست و بقیه هم شما میتونید به همون صورت کار کنید چون که این تمرین ساده است. حالا من چرا دور این کلمه وصل رو با رنگ قرمز برای شما هایلایت کردم؟ چون میخوام در مورد این توضیح بدم و شما بهتر بتونید که اینها رو بشناسید. دوستان وصل از جمله ضمایر پرسشی هست که من اینجا براتون توضیح میدم. خب ما تو زبان آلمانی ضمایر پرسشی داریم که بهشون میگن دی فرگ پرونومن. به صورت اختصار اونا به اسم وفرگن یاد میشن یا به اسم وفرگن یاد میشن. دی فرگ پرونومن ضمایر پرسشی. این ضمایر پرسشی چی ها هستند؟ و معنی کجا. در جواب و همیشه یک لوکال یعنی محل میاد.
woher معنی از کجا که woher خودش به خاطر پرسیدن از اصلیت و یا از مبدأ و یا از هرکونکت یک شخص پرسان میشه. wohin معنی به کجا، وی به معنی چطور یا چگونه، ور به معنی چه کسی که همیشه دنبال شخص میگرده، was به معنی چه چیزی. حالا اگه خواسته باشیم ما was با was جمله سازیم، مثلا میگیم was ist das، این چیه؟ was ist das، طرف فرمون میگه das ist ein Buch، این یک کتابه. das ist ein Buch، پس این یک کتابه. ما پس ضمایر پرسشی رو شناختیم که توی آلمانی چی هستن و بهشون چی میگن. ضمایر پرسشی بیشتر از این 6 تایی هستن که من اینجا ذکر کردم، اما چون سطحتون ابتدایی و هنوز در اول راه هستیم من چند تا رو بیشتر واسه شما ننوشتم، چرا که حفظ کردنشون واسه تون آسان بشه و شناخت اونها هم یه شناختی با اونها داشته باشید. خب میایم به سر درسمون. خب Aufgabe 2 تمرین دوم، Wie heißen die Wörter in ihrer Sprache. باز هم ما در اول جمله یک کلمه پرسشی یا ضمیر پرسشی داریم که شما وی رو میشناسید دیگه. Wie heißen die Wörter in ihrer Sprache. چطور یا چگونه نامیده میشوند die Wörter این لغاتی که این بالا بود in ihrer Sprache در زبان شما. Wie heißen die Wörter in ihrer Sprache. خب دوستان ما میایم گردان یا نحوه صرف با فعل هایسن رو هم بلد میشیم. من به همین خاطر اینجا با رنگ قرمز فعل هایسن رو هایلایت کردم. خب فعل هایسن، نحوه صرف فعل هایسن: ich heiße، du heißt، sie heißt، wir heißen، ihr heißt، sie klein sie groß heißen. دوستان ما تو زبان آلمانی دو دسته از افعال داریم، یکی افعال با قاعده هستن و دیگری افعال بی قاعده. افعال با قاعده همیشه این اندونگایی که من اینجا نوشتم و با رنگ قرمز برای شما هایلایت کردم، میتونیم همین اندونگا یا همین پایانه ها را نظر به ضمیری که ما اینجا میاریم واسهشون صرف کنیم و میتونیم که فعل خودمون رو به همین صورت صرف کنیم. حالا در مورد کلمه دو یا ضمیر شخصی دو که دوم شخص نامیده میشه، است هستش دوستان، اون اندونگ یا پایانه‌ای که میگیره. من چون اینجا قبلش دو تا دبل اس داریم دیگه یه اس ندادم. چرا؟ چون که اس در زبان آلمانی دو دبل اس یا دوبل اس گفته میشه و تو نوشتاری هم اگر مثلا شما بلد نیستید اس کدوم کلمه هست یا کدوم دکمه هست میتونید که دوپل اس بنویسید همیشه. خب این بود با کار با نحوه صرف فعل هایسن. پس ما شناختیم و ما دونستیم که اگر ما یه فعل با قاعده داشته باشیم با همین اندونگ هایی که من اینجا با رنگ قرمز برای شما هایلایت کردم میتونیم اون فعل خودمون رو نظر به ضمایری که استفاده میکنیم صرف کنیم. ایش میشه اول شخص زینگولار ما، دو میشه دوم شخص زینگولار ما، زی اس، او مرد، او زن و اوی بیجان سوم شخص زینگولار ما، ویر اول شخص جمع ما، ایر دوم شخص جمع ما و زی کلن و زی گروس سوم شخص جمع ما. خب دوستان این بود تمرین های صفحه 8 این کتاب. من درس رو همینجا خاتمه میدم و در ویدیوی بعدی واسه شما صفحه 9 رو کار میکنم. شادی پیروز باشید تا ویدیوی بعدی.